بار دیگه سلام علیکم برای شهروندان توجیکستان. ما امروز اومدیم تقریبا این از ساعت دما 1:15 شد، 1:15 با وقتی هم بریتانیا شد. ما اومدیم از ساعت 10 تقریبا اینجا بودیم تا ساعت 1:15. سفارت شکلی که میبینید با پرداش کشیدگی درش بسته، در ما را باز نکردن، برای ما یعنی چی نگفتن. پلیس اومد خدشون صحبت کرد. در پلیس گفتن که یه اومدگی هم میتینگ میکنن پروتست اسلام دمتری، لیکن سبب میتینگ نگفتن برای پلیسو. شرمندگی چون سببش نگفتن. خیش برای چی میتینگ میکنن؟ سبب یا خودشون میدونستن که برای چی میتینگ میکنن. نگفتن. اما پلیس ما گفتیم چی برای چی میتینگ میکنیم. خلاص ما اومدیم. این همو یک قهرمانی تاجیکان دنیا، پیشوای ملت این طرفدار بس دختر بزرگ. قهرمانی تاجیکان دنیا، پیشوای ملت، کسالی سال هر چی هر اونایی که خطون میتین. این سفارت دخترش نبر اومد، در باز نکردن، یک پشکه آدم در داشتی. یکم مثل قبول شهرمندا یکم نفر قبول نکردن، کس نیامد این کارو نکردن. و در آخر چیزی که ما میگم، شما این از ما اینجا اومدم، شما این چیزا را دیده، یا چیزی اینا یک قدم اولینه که دمو قطعی رخشانه او خربی شما قطعی رخشانه را جراوان کردن که کردن مخالفت در جنیست. لیکن ان شاء الله که همین چند سال رخشانه در همین جای در این سفارت ما قطعی رخشانه کار برو پیش بریم از جای دیگه در همبستگی گفتشینید کنیم. خلاصه یک کاری شوه که ایده جزیرش نکنیم. من سفارت من فکر نکنه که اگه روز با یک کس روان کنه خونه ما که این بدهی طبیعی شما هم کس روان میکنه خونه ما که اگه ما اومدیم جایی که کردم پدر و مادر من برای فیروت کردم، اما برای فرق نمیکنه. هر کس فیروت کردن گیری این من خیلی انرژی میده. ان شاء الله شما بکنه با این اضافه اعلان میکنه ما که شما را خیلی رو پارو بخریم بدون اعلان. سفارت اینجا همو چند کم میشه؟ 3 پوند 6 پوند سر امرخشانه را بخره. ای بوجای پیشوای ملت بعد پرداخت میکنن. من هر روز دیگه مترو قدیم میرم میام اینجا یا سلام علیکم میکنم شما تشکر نه خب بخریم نامرد گل تشکر چی بدم من میخریم پامیر بودیم ما خودمون لیکن نکردن. حالا هر چی ما میریم که یا به چورم از ساعت 1 تا ساعت 1:30 شد درشون بستگی شاید گشنه شدن از سحر اومدگی هم با خاطر ما نبر اومدن برام هر چی پوش نبخرن. میگم غیرت چون نمیاد. شهروند تاجیکستان غیرت یک پیشوا یک قهرمانی نمیاد. دخترش در اینجا نمی غیرت دارن. یک سول در بدخشان چی گذشت است؟ این سول خودوری میکنن. ببرو 4 دختر سیدون نمیره دوجا مردم شهروند شهر ساکن بدخشان برای حکومت چی مقامات حزبی حقوق چی نکنه مقاومت نکنه تروریستا را میگن نه تروریست زدگی شما در تاجیکستان من از سطح تروریست زدگی پرونده باز کردگی با 11 سال زندانی رژیمی سخت این هم در پیشتون ما پلیسا در همین جا بودن. پلیس انگلیس چرا نگفته پلیس انگلیس ما تسلیم شما کنن؟ برای چی نگفتین پرونده جنایی باز کردگی؟ برای چی نگفتین یه آدم تروریست؟ چرا نگفتین؟ اثبات کردن نمیتونین نه؟ اینو ما همینجا داریم. خلاصه یا هیچی هم ما متحدی ما شکست نمیای والله قسم. شهروندای تاجیکستانی که در بریتانیا قرار دارین در سایت ما بنویسین ان شاء الله هر وقت شب ما میایم اینجا گپ میزنیم اینجا ما طلبات ما میگیریم ارخشونا یه دفعه بدون آگاهی مییم ما یفاش اپویمنت گرفتیم بدون اپویمنت میریم که شب زنده بود آزادی با مردم تاجیکستان، دموکرات حقیقی. ان شاء الله که با نزدیکی چیز در تاجیکستان پیروز میشه و یا برگه گیرون نه خول چشکرو سلامت باشه.